ҳамиҷа бародарай мегӯяд, ки аз соати 12 шабу бигзара хифтан қазо мешава. Амира мегуфтанд устод. خب مسئله خفتن قول صحیح تا از آن بامداد قضا نمیشد، لیکن بله نصف شب که گذشت مکروه میشد و پیامبر صلی الله علیه وسلم کان یکره النوم قبلها. جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم پیش از نماز خفتن خواب کردن را بد میدیدند و الحدیث بعدها، بعد نماز خفتن سخن کردن را بد میدیدند. غیری امرهای شریعت، پیامبر صلی الله علیه وسلم که امرهای دنیوی نداشتند. بنابراین امام بخاری گفتند که در کتاب علم باب الثمر فی العلم، باب درباره بعد خفتن گپ زدن عاید علم. اگر علم باشد ممکن است، اما گپ های دنیا، چخچق های بیفایده بعد خفتن پیامبر صلی الله علیه وسلم بد میدیدند. یعنی بعد خفتن گپ های دنیوی نگفتن بهتر است، بد میدیدند. بنابراین اگر خفتن تا نصف شب نخوانید، دیر خوانید، مقصد احتمال خوابتان بردنش است و بهترین عمل وقتی که پرسیده شدن، خیلی که در صحیح بخاری و مسلم ثابت است، الصلاة علی وقتها، نماز در ابتدای وقتش. نماز ولی مثلا ساعت 3 شب 2 شب خوانید قضا نیست، گناه نیست، ولی این احتمال قضا شدنش است. آدم خوابش میبرد یا خسته میشه، همین که احتمال قضا شدنش است. اما بهترینش پیش از خواب خفتن خواند انسان باید.